مرد تاجیکستانی آمده میگه ما تاجیکای اصیل و با فرهنگ و تاجدار هستیم. اگر شما تاجیکستانی ها غیرت می داشتین، این 30 سال آخر غلام روسیه نمی بودین. سراول سلام عرض میکنیم به کل مردم افغانستان، تاجیکستان، ایران، خلاصه به همه مردم فارسی زبانان. از شما احترامانه خواهش میکنیم خوب گوش اندازید و خلاصه خود را حتما بیان کنید. اگر چیز بالاتر از زندگی باشد پس آن سلامتی است. اگر چیز وزنینتر از مرگ باشد پس آن بیماری است. سلامتی جسم بهترین نعمت است. خب شما را توصیه میتیم با شرکت شفافرما داروهای گیاهی برای فربهی، خرابی، ریش، موی سر، پروستاتا، گیماروی، گرده، معده، خنکی، نور چشم، ایمونیتت و قوت کردن مردها، ورزشگران و برای تمام دردها تحویل یعنی دستافکا به تمام شهرهای روسیه. اگر شما از نام ما یعنی صدای امید دارو خریداری نمایید، هجوما در شهر مسکو رایگان یعنی به مبلغ گرفته می شود. ملت تاجیک با تاریخ کهن، فرهنگ بای و شخصیت‌های بزرگ همیشه افتخار جهانیان بود و هست. در زمان امروز ما باید با هم متحد باشیم، یکدیگر را دستگیری کنیم. متاسفانه بعض شخص‌ها می‌کوشند که شأن و شرف ما را پس زنند. امروز می‌خواهم درباره چنین مناسبت‌ها سخن رانم و نشان دهم که ملت تاجیک تحقیر را نمی‌پسندد. ما تاجیکان با تاریخ کهن و هویت ملت خود زنده هستیم و خواهیم ماند. ملت تاجیک دارای تاریخ بای، فرهنگ والا و گذشته پرشرف است. مثل ابوعلی ابن سینا، فردوسی، رودکی، خیام از جمله تاجیکان هستند. در جهان علم ادب خدمت بزرگ کردند. از این رو ما تاجیکان را با سخنان خالی پس زدن ممکن نیست. ما تاجیکان هم در افغانستان هم در دیگر کشورها یک ملت هستیم و همدیگر را دستگیری خواهیم کرد. با این سخنهای پست و تفرقه انگیز تنها خود را ضعیف میکنید. هر که تاجیک است غیرت، شرف و هویت ملی را در خود دارد. در تاریخ خود تاجیکان بارها مقابل ظالمان و استیلاگران ایستادگی کردند. ما تاجیکان برای آزادی و شرف خود همیشه مبارزه برده ایم. آن چیزی که امروز است شرایط نتیجه جهانی است، نه کمبودی غیرت. اگر درباره یک ملت سخن میگویی به تاریخ آن نگاه کن، نه به وضع موقتی آن. هر ملت در لحظه های گوناگون دشواری ها دارد، اما مهم این است که ما برای بهتر کردن وضع خود تلاش میکنیم. با سخنهای تحقیرآمیز هیچ مشکلی را حل کرده نمی شود. ما باید به همدیگر احترام گذاریم و از پیشرفت یکدیگر خوشحالی کنیم، نه با سخنهای بد در بین مردم تفریقه پهن کنیم. ما فرزندان رودکی، ابن سینا، سامانیان هستیم. ملتی که به تمدن و فرهنگ جهانی چنین سهم بزرگ گذاشته است، هیچگاه غلام نبود و نخواهد شد. هر ملت میتواند لحظه های دشواری را از سر گذراند، اما این معنای بی‌غیرتی را ندارد. غیرت و غرور ما برای حمایت زبان، فرهنگ و هویت ملی خود هست. مظلوم بودن و شرایط دشوار هرگز معنای بی‌غیرتی را ندارد. کسی که دیگران را تحقیر میکند بیشتر نقصان خود را نشان میدهد. غیرت نه به سخن گفتن بلکه به عمل نشان دادن در کار. شما با تحقیر تاجیکان چی میخواهید؟ اثبات کنید. این نه از روی مردانگی است، نه از روی عاقلانگی. غیرت و افتخار ما به خیرت و دانش است، نه به تحقیر کردن دیگران. غلام بودن نبودن را نه به سخن بلکه به تاریخ ملت و دستاوردهایش میبینند. شما هیچگاه هویت ما را پس زدن نمیتوانید، افتخار ما را پس زدن نمیتوانید. ما تاجیکان ملتی هستیم که به همه ملت ها صلح و ثبات، آرامی و تنجی و پیشرفت را خواهان هستیم. ما ملتچگی نیستیم، ملتچگی نمیکنیم.
چی من نمیتوانم کسی را پس زده؟ میتوانم. نه که ما تاجیکان تفریق انگیز نیستیم. فرهنگ و مدنیت خود را گم نمیکنیم. وقتی که سخن میگوییم حرکت میکنیم که به همه فایده برسه و فرهنگ خود را نشان دهیم و تو نیز میتوانی از فرهنگ ما بیاموزی. برای آدمی با عقل این سخنهایی که من در اینجا گفتم باور کنید اگر زمین بکفده بداره. خوب هموطنان عزیز، این نوا را به همه یار و دوستان خود ارسال کنید تا بدانند که تاجیک کی بود و کی است. از تاجیک بودن خود فخر کنند، افتخار کنند. باور بکنید هر کسی که بدانه که تاجیک کی است خود را تاجیک میگیرد. تاریخ خیلی کهن دارد. من حالا به یک فایزش را نگفتم، ذره از ذره هایش را نگفتم. من تنها اثبات کردم برای شخصانی که ملت تاجیک را تحقیر میکنند. از شما احترام را خواهش میکنیم نوا را پهن کنین تا همه با خبر شود. خدا یار و مددگارتان باشد.